گول آدمایی که فقط تبلیغ میکنن رو نخورید، چون استفاده کردن از محصولات و روتینای غیر تخصصی دشمن اصلی پوست شماست. شما نیاز دارید که یه روتین کاملا تخصصی داشته باشید که همه مشکلات پوستتون رو بتونه رفع کنه. حالا این ویدیو رو تا آخر ببین که بهت کامل توضیحشو بدم. توی روتین کاملا تخصصی در روز باید یک بار صبح یک بار شب صورتتون رو شستشو کنید. توی هفته حداقل 2 تا 3 بار باید لایه برداری انجام بدید که پاکسازی ریشه‌ای برای پوستتون انجام بشه. نکته سومش هم اینه که هر روز باید پوستتون آبرسانی بشه که شادابی خودش رو از دست نده. یه نکته دیگه هم هست که همیشه باید بهش عمل کنید، اینه که هر 3-4 ساعت یک بار باید ضد آفتابتون تمدید کنید. حتی وقتی توی اتاق هستید و نور مستقیم به صورتتون نمیتابه ولی اشعه‌های خورشید بهتون آسیب ممکنه برسونه. حالا اگه میخواید یه روتین کاملا تخصصی داشته باشید، اگه پوستت خشک عدد 1، اگه پوستت چرب عدد 2، اگه پوستت مختلط عدد 3 و اگه پوستت نرمال عدد 4 رو واسه من کامنت کن که اطلاعات کامل روتین تخصصی تو برات بفرستم. راستی یاد نره فالوم کنی که بتونم بهت پیام بدم. مخلص.